سلام دوستان، سید سینا شجاعفر هستم و این دوره آموزشی درباره ساختن برنامه محاسبه BMI هست. خب این برنامه به این شکلی که با وارد کردن قد و مثلا وزن و کلیک روی دکمه محاسبه BMI مقدار BMI و وضعیت وزن رو نمایش میده که اینجا نوشته وزن سالم. خب مثلا این مقدار رو من تغییر میدم، مثلا من وزن سالم، مثلا قد رو میذارم 180، وزن 90. خب میبینید که میزان BMI تغییر کرد و وضعیت وزن رو هم نوشت اضافه وزن. خب دوستان، با دیدن این دوره آموزشی امیدوارم که بتونید یه برنامه محاسبه BMI رو بسازید. خب دوستان، ما برای این برنامه محاسبه BMI از نرم افزار ویژوال استودیو کد یا VS Code استفاده میکنیم که میتونید این نرم افزار رو از سایت code.visualstudio.com دانلود کنید. سایت code.visualstudio.com. خب بعد دانلودش هم خیلی ساده است. روی همین دکمه دانلود فور ویندوز میزنید و بعد چند تا نکست داره. برای مک هم کافیه دانلود مک رو بزنید و بازم چند تا نکست و به راحتی هم نصب میشه. خب دوستان، بعد از دانلود و نصب نرم افزار ویژوال استودیو کد، این نرم افزار رو باز کنید. یک همچین صفحه‌ای داره. خب برای ایجاد پروژه جدید هم کافیه روی منوی فایل برین و مثلا اوپن فولدر بزنید که یک فولدر جدید باز بکنید. خب حالا قبل از این کار من میام یه فولدر ایجاد میکنم. اومدم یک فولدر با نام javascript.project ایجاد کردم. اینجا هم کلیک راست میکنم، نیو فولدر میزنم و یه فولدر ایجاد میکنم با نام BMI. خب این فولدر BMI رو میخوایم بذاریم درون ویژوال استودیو کد. میتونیم با درگ دراپ همین کار رو انجام بدیم. خب حالا این گزینه که نوشته نیو فایل رو میزنم. یک فایل اول HTML ایجاد میکنم، index.html. حالا یک فایل برای فایل های CSS ایجاد میکنم. بازم نیو فایل نویسم style.css و یه نیو فایل دیگه برای جاوا اسکریپت script.js. خب حالا کافی اینجا درون فایل index.html بنویسم HTML5 تا ساختار کدای HTML ایجاد بشه. قبل از اینکه این پروژه رو بسازیم در مورد BMI یک توضیح بدم که BMI میزان یکی از پارامترهای تشخیص میزان اضافه وزن یا کمبود وزنه که میخوایم برنامه‌ای بسازیم که بتونیم بر اساس قد و وزن میزان BMI رو مشخص کنیم. خب دوستان، حالا میخوایم پروژه BMI رو بسازیم. اول میام تایتل یا عنوانش رو تغییر میدم، میذارم BMI کلکولیتور به معنی محاسبه BMI و یه لینک میدم به فایل CSS. رل برابر استایل شیت و href هم برابر با style.css که آدرس فایل CSS مون هست. خب حالا درون بخش بادی میام از تگ دیو استفاده میکنم. یک کلاس بهش میدم، کلاس برابر با کانتینر میذارم. کانتینر که این نام کلاس ها دل بخواهی هست، شما میتونید نام دیگه به کلاس بدین. در مورد این تگ دیو هم یه توضیح بدم. تگ دیو یا دایو از تگ‌های پرکاربرد هست توی صفحات وب و با استفاده از اون میشه یک یا چندین بخش رو در صفحه وب ایجاد کرد. خب بچه، حالا میخوایم که یه عنوان بنویسیم براش. بنویسیم مثلا محاسبه BMI. برای این کار اول یه دیو دیگه ایجاد میکنم، یه دیو دیگه کلاس بهش میدم برابر با باکس. خب درون این دیو باکس
میام از تگ H2 استفاده میکنم. H2 خب می نویسم محاسبه BMI. خب این از این. خب در مورد این تگ های H1 تا H6 هم یه توضیح بدم. این تگ های H1 تا H6 معروف به تگ های تیتر هستن که گذاشتم H2 که دومین تگ بزرگ در بین تگ های هدینگ هست. خب حالا برای اینکه پروژه رو اجرا بکنیم، برای اجرای پروژه لازمه لایف سرور رو نصب بکنیم برای VS کد. سرچ بکنین لایف سرور که همچین سایتی میاد، marketplace.visualstudio.com. در اینجا افزونه لایف سرور رو کافی رو دکمه اینستال کلیک بکنید تا نصب بشه و بعد به VS کد اضافه میشه. و حالا برای اینکه بتونیم پروژه رو اجرا بکنیم کافیه کلیک راست بکنیم رو فایل index و گزینه open with live server رو بزنیم. خب بچه ها لازم که یه بخش های هم ایجاد بکنیم برای نوشتن مقدار قد و وزن. میام یه دیو دیگه ایجاد میکنم اینجا. بعد از تگ H2 درون همین دیو باکس یه دیو دیگه ایجاد میکنم. کلاسش رو میذارم برابر با کانتنت. گفتم که این نام های کلاس اختیاریه، یعنی هر نامی میتونید به این کلاس ها بدین. یه دیو هم میذارم برای با عنوان اینپوت. دیو کلاس برابر اینپوت. درون این دیو اینپوت از لیبل استفاده کنم، از لیبل و اینپوت. و در موردشون هم توضیح میدم. خب بنویسیم لیبل فور، بخش فور رو میذارم برابر با هایت که برای قد هست و اینجا در اون تگ لیبل می‌نویسم قد. خب حالا از تگ اینپوت استفاده میکنم. اینجا می‌نویسم اینپوت تایپ برابر با نامبر. نامبر برای مقدار عددی هست، برای وارد کردن عدد از تایپ نامبر استفاده میکنیم و یک آیدی بهش میدم. آیدی برابر باشه با هایت که همین مقدار فور لیبل هست. خب دوستان توضیح در مورد تگ لیبل. تگ لیبل با استفاده از اون میتونیم برای اینپوت هامون یک برچسب یا لیبل مشخص کنیم. وقتی که برای اینپوت میخوایم لیبل تعریف کنیم باید یه آیدی برای اینپوت مشخص کنیم که اینجا آیدی رو گذاشتیم هایت و بعدش همون آیدی رو داخل تگ لیبل قرار بدیم که اینجا هم همین کار انجام دادیم تا به هم دیگه وصل بشن. تگ اینپوت انواع مختلفی داره و با استفاده از اون میتونیم داده ها رو با استفاده از فرم ها از کاربر دریافت کنیم. خب یه دور دیگه پروژه رو ببینیم. میبینید که این بخش قد برامون اینجاشه به همراه اینپوتش. خب برای وزن همین دیو رو کپی میکنم، از اینجا کنترل سی میزنم میارم پایین، کنترل وی رو میزنم. خب دیو کلاس برابر اینپوت، لیبل فور میذارم ویت به معنی وزن و اینجا هم نویسم وزن. خب اینپوت تایپش برابر نامبر باشه چون میخوایم مقدار عدد وارد کنیم و آیدی هم برابر با ویت که برابر هست با مقدار فور مربوط به لیبل. خب میبینید بخش وزن هم اضافه شد. خب حالا لازمه که یه دکمه اضافه بکنیم، دکمه برای محاسبه بخش BMI.
بعد از این تگ اسلش دیو میام یه باتون میذارم، باتون آیدی اش آیدی آیدی برابر با calculate به معنی محاسبه هست. اینجا می نویسم محاسبه BMI. گفتیم یک بار که اینجا روی ایندکس کلیک راست بزنیم و Open with Live Server رو بزنید دیگه به صورت اتوماتیک اینجا ایجاد شد. خب دوستان حالا بعد یه بخشی هم ایجاد بکنیم برای نمایش مقدار نتیجه BMI. خب بعد از این تگ اسلش دیو، بعد از این تگ دیو بسته میام یه دیو دیگه ایجاد میکنیم. می نویسم دیو کلاس برابر نام کلاسش رو میذارم ریزالت به معنی نتیجه. درون کلاس ریزالت میام از تگ پی استفاده میکنم. اینجا می نویسم مقدار BMI. خب حالا از یه دیو دیگه استفاده میکنم برای نمایش این مقدار. می نویسم دیو، این بار بهش آیدی میدم، آیدی برابر ریزالت و اینجا عدد 0 رو نشون میدم که اینجا 2 تا 0 گذاشتیم. برای اینکه مقدار دقیق نمایش بدیم 2 0 ممیز 2 0 می نویسم. و از یه تگ پی دیگه هم استفاده میکنیم، این بار برای کامنت هست. این کلاس رو میذارم کلاس برابر کامنت. خب خواهیم به پروژمون استایل بدیم. اول میسم درون فایل style.css میسم ستاره آکولات باز و بسته، مارجین 0 و پدینگ هم 0. ویژگی مارجین، با استفاده از ویژگی مارجین میتونیم یک فاصله یا فضای خالی رو در اطراف یه عنصر ایجاد بکنیم. یعنی میتونیم بگیم که این فضای خالی یک فضای بیرونیه. ویژگی پدینگ هم میاد که یه فضای خالی رو در قسمت داخلی تگ ایجاد میکنه. خب که این مقادیر رو 0 گذاشتیم. و حالا باکس سایزینگ رو هم میذارم بوردر باکس. با استفاده از ویژگی باکس سایزینگ هم میتونیم مشخص بکنیم که آیا اندازه ویژگی های بوردر و پدینگ برای اندازه اصلی عرض و ارتفاع تأثیر بذارن یا نه. که اینجا مقدارش رو گذاشتیم برابر با بوردر باکس، به این معنی که اندازه ی عنصر شامل فقط محتوا باشه. خب حالا به بادی استایل میدیم. می‌نویسم بادی، یه حداقل ارتفاع براش میذارم، مین هایت برابر باشه مین هایت برابر با 100 VH. VH واحد اندازه‌گیر ویو پورت هست که به این معنی است که هر یک VH برابر با 1% ارتفاع است که اینجا گذاشتیم 100 که میشه 100% ارتفاع. خب یه رنگ هم بهش میدیم، رنگ پس زمینه. می‌نویسم بک‌گراند. بک‌گراندش رو میتونیم هم از کدهای رنگ استفاده کنیم هم از نام رنگ. حالا میذارم مثلا لایت بلو، رنگ آبی روشن. بعدا میتونیم اینو تغییر بدیم. خب یک طور اجرا میکنم پروژه رو، میبینید که فعلا این شکلی هست. خب بچه‌ها یه نگاهی به فایل ایندکس میندازم که ببینم به کدوم بخش بعد استایل بدیم. به کلاس کانتینر.
اینجا می نویسم دات کانتینر، یه پوزیشن بهش میدم، پوزیشن باشه ابسولوت. با استفاده از ویژگی پوزیشن میشه موقعیت قرارگیری یه تگ رو توی صفحه مشخص کرد که اینجا گذاشتیم ابسولوت، موقعیت ثابت به نسبت عنصر پدرش. خب حالا میخوایم که این مقادیر یا این عناصر وسط صفحه قرار بگیرن. میام می‌نویسم تاپ 50%، از سمت بالا 50% فاصله بگیره، از سمت چپ یا لفت هم 50%. خب حالا میام از ویژگی ترانسفورم استفاده میکنم. می‌نویسم ترانسفورم ترنسلیت -50% و -50%. خب یه توضیح در مورد ویژگی ترانسفورم. با استفاده از این ویژگی ترانسفورم میشه که عناصر رو در یک صفحه وب تبدیل کرد، جابجا کرد، چرخوند که ما میخوایم اینجا جابجا بکنیم. خب و با استفاده از مقدار ترنسلیت میتونیم تگ ها رو توی محور X و Y جابجا کنیم. X به صورت افقی و Y هم به صورت عمودی که اینجا در محور -50 و -50% جابجاشو میکنیم. میبینید که دقیقا وسط قرار گرفتن. خب بچه حالا بعد به کلاس باکس استایل بدیم. می نویسم دات باکس. خب اول استایل پوزیشن بهش میدم. پوزیشن از نوع ریلیتیو باشه. یه دونه مین ویدث حداقل عرض براش تعیین میکنم در حد 400 پیکسل. خب حالا یه بک‌گراند بهش میدیم به این باکس. بک‌گراند باشه یه رنگ نزدیک به سفید، F1 و F1. خب میبینید این باکس داره ایجاد میشه. رنگش تقریبا خاکستری شده. خب متنشون هم میخوایم وسطچین بکنیم. تکست الاین میذاریم سنتر و یه بوردر رادیوس میذاریم 10 پیکسل، گوشا به اندازه 10 پیکسل گرد بشن. خب حالا می‌نویسم دات باکس بیفور پوزیشن رو این بار میذارم ابسولوت و مقدار کانتنت رو خالی میذارم. ویدث که برای عرض هست میذاریم 100% و هایت برای ارتفاع 100%. از بالا تاپ -5% و از سمت چپ یا لفت هم -5%. خب یک بار دیگه اجرا میکنیم پروژه رو. ببینید که فعلا این شکلی شدن. خب یه بک‌گراند کالر هم بهش میدیم. بک‌گراند کالر مثلا میذارم RGBA. رنگ اول که رد هست یا قرمز هم 255 از 0 تا 255. دوم گرین 255. سومی هم 255 و مقدار آلفا رو میذارم مثلا 0.2. خب میبینید این رنگ شکل گرفته که میبینید اینجا این سایه ایجاد شد. میتونم این رو بیشترش بکنم. آلفا میزان شفافیته، مثلا بذاریم 0.7. زیاد جالب نیست، همون 0.2 خوبه. 0.2. خب این از این. یه بوردر رادیوس هم براش میذارم. بوردر رادیوس باشه
مثلا 50 پیکسل. خب این بنز 50 پیکسل گوشه‌هاش گرد شد. یه زد ایندکس هم براش میذاریم. زد ایندکس باشه مثلا -1. این برای اینه که عنصر زیر سایر عناصر قرار بگیره. خب حالا بعد به H2 استایل بدیم. می نویسم دات باکس H2. به H2 یه فونت سایز میدم. فونت سایز باشه مثلا 2 رم. هر یک رم تقریبا برابر با 16 پیکسل. 2 رم میشه 32 پیکسل. و فونت ویت یا طول فونت میذارم 700 به معنی بولد. میتونیم اینجا بنویسیم بولد. من به عددی نوشتم 700 که معنی بولد هست. خب و یه پدینگ هم بهش میدیم، یه 20 پیکسل و یه 0. خب پدینگ وقتی دو مقدار داره، مقدار اول به معنی بالا و پایین هست، فاصله از سمت بالا و پایین، و مقدار دوم معنی فاصله از سمت راست و چپ هست. خب یعنی 20 پیکسل از بالا و پایین و 0 هم از راست و چپ. خب حالا برای اینکه این متنمون درست نمایش داده بشه، چون متن فارسی هست، تو فایل ایندکس اینجا بعد از تگ، در اون تگ HTML می نویسم dir RTL، راست به چپ. بله خب این متنمون هم الان درست نمایش میده. خب حالا بعد به کانتنت استایل بدیم. می نویسم دات کانتینر دات کانتنت. پدینگ یه 0 از بالا و پایین و یه 40 پیکسل از سمت راست و چپ. حالا به اینپوت بعد استایل بدیم. می نویسم دات کانتنت اینپوت دات کانتنت دات اینپوت. به پدینگ بهش میدم یه 10 پیکسل از بالا و پایین و 0 هم از سمت راست و چپ. خب ببینیم حالا باید یه مارجین باتوم هم بدیم. مارجین باتوم از سمت پایین یه 20 پیکسل فاصله بگیرن و یه برده ردیوس، گوشه هاشون هم گرد بشه مثلا به اندازه 20 پیکسل. خب ببینیم یکم بهتر شده. خب دوستان حالا بعد به لیبل استایل بدیم. می نویسم دات اینپوت لیبل. یه فونت سایز بهش میدم. فونت سایز باشه مثلا 1.4 رم، تقریبا 22-23 پیکسل میشه. و فونت ویت یا طول فونت باشه 700 به معنی بولد. یک فاصله هم از سمت پایین بگیره. مارجین باتوم 20 پیکسل. بله خب حالا برای اینپوت می‌نویسیم دات اینپوت کلاس اینپوت و خود اینپوت. حالا دات اینپوت اینپوت. هایت یا ارتفاع باشه 30 پیکسل. خب اوتلاین هم نداشته باشه، نان. بوردر هم نان. خب و بوردر باتم
از سمت پایین یه بوردر یا شی داشته باشه، یک پیکسلی سالید و رنگ شارپ 3 تا 3 که رنگ مشکی است تقریبا. خب یه فونت سایز هم بهش میدم، فونت سایز باشه 1.5 رم که برابر میشه با 24 پیکسل و تکست الان یا متن سنتر وسط چین بشه. خب اینم از این مورد. خب دوستان حالا بعد به آیدی کلکولیت استایل بدیم. نیستم شارپ کلکولیت یه ویتس بهش میدم، ارزش باشه 100%. یه فونت سایز باشه 2 رم که برابر میشه با 32 پیکسل. این داریم به این دکمه استایل میدیم. خب حالا برای این دکمه یه رنگ میذارم، بک‌گراند. مثلا این کد رنگ رو میذارم 4B7EC 4B7BEC. یک رنگ آبی هست و رنگ متن سفید میذارم، کالر شارپ 3F. یه بوردر رادیوس هم بهش میدم، بوردر رادیوس باشه 10 پیکسل. خب این دکمه فعلا این شکلی شد. حالا باید یه پدینگ بهش بدیم و بوردر نان. پدینگ میدیم یه 10 پیکسلی و یه 0. بوردر نداشته باشه، بوردر نان. خب خیلی بهتر شد. اوتلاین هم نان میذارم که اوتلاین هم نداشته باشه. خب اینم از این دکمه. میخوایم وقتی که روی این دکمه هاور شد رنگش عوض بشه، می‌نویسم شارپ کلکولیت هاور. خب یه بک‌گراند بهش میدم. بک‌گراند میام این رنگ بالا رو میذارم، یکم تغییرش میدم این رنگ رو. مثلا میذارمش سمت رنگ آبی تیره و کرسر پوینتر که نشانگر موسم به شکل دست در بیاد. بله خیلی هم عالی. حالا بریم برای استایل این قسمت. بعد به ریزالت استایل بدیم. می‌نویسم دات ریزالت. یه پدینگ بهش میدیم، پدینگ 30 پیکسل و 20 پیکسل. خب حالا برای این پاراگراف، برای این تگ پی می‌نویسم دات ریزالت پی. یه فونت سایز بهش میدیم، میذارم 1.5 رم که تقریبا برابر است با 24 پیکسل و یه فونت ویت بولد میذارم 700. خب فونتش خوب شد. حالا از سمت پایینم یه فاصله بگیره، یه مارجین باتوم در حد 10 پیکسل. خب حالا برای این عدد، حالا برای آیدی ریزالت می‌نویسم شارپ ریزالت
این هم براش یه فونت سایز و یه فونت ویت میذارم. از اینجا این مقدار رو کپی میکنم و در این قسمت پیست رو میزنم. خب این فونت سایز یکم بزرگتر میذارم، مثلا میذارم 2 رم و یه رنگ دیگه بهش میدم، مثلا کالر میذارم همین رنگ آبی تیره که برای هاور کلکولیت گذاشتیم. خب یه پدینگی هم داشته باشه، پدینگ 10 پیکسلی از بالا و راست و 20 پیکسل از پایین و چپ. و برای این کلاس کامنت برای اینم می‌نویسم دات کامنت. برای اینم یه کالر میذاریم برای وقتی که بخواد اون کامنت یا اون پیغام رو نمایش بده. همین کد رنگ خوبه. خب کد نویسی بخش CSS هم تموم شد. خب برای این برنامه میخوایم وقتی که مقدار قد و وزن وارد شد با کلیک روی دکمه محاسبه BMI مقدار شاخص BMI رو برای ما نمایش بده. اینجا من میام برای این دکمه آیدیش کلکولیت هست، می نویسم const btn برابر با document dot get element by id درون پرانتز نویسم calculate، آیدی calculate رو اینجا می نویسم. خب دوستان اینجا یه متغیر تعریف کردیم با کلمه کلیدی const و با نام btn. const مقدارش همیشه ثابته و توی برنامه قابل تغییر نیست. درباره داکیومنت هم یه توضیح بدم. این داکیومنت مالک تمام اشیاء دیگر توی صفحه وب هست. یعنی هر وقت بخواید به هر عنصری توی صفحه دسترسی پیدا کنید به شی داکیومنت نیاز داریم. خب document.get element by id یک عنصر رو از طریق id پیدا میکنه که اینجا عنصر id calculate هست. خب میخوایم وقتی که روی این روی دکمه btn کلیک شد مقدار قد و وزن رو نمایش بده. می‌نویسم btn add event listener پرانتز باز می‌نویسم کلیک، رویداد کلیک رو می‌نویسم و کاما فانکشن پرانتز باز و بسته، اینجا آکولاد باز و بسته و اینتر. یه سمیکالون هم اینجا میذارم. یه توضیح در مورد add event listener بدم. با استفاده از این متد add event listener میتونیم یه رویداد ایونت رو برای یک تگ مشخص کنیم. مثلا میخوایم وقتی روی دکمه کلیک شد یه پیغام به ما نمایش بده، یا اینکه وقتی روی دکمه کلیک شد بیاد همین مقدار قد و وزن رو نمایش بده و محاسبه بکنه. خب اینجا هم رویداد کلیک رو نوشتیم و بعد فانکشن رو. خب دوستان حالا 2 تا متغیر باید تعریف کنیم برای قد و وزن. با کلمه با let متغیرهای تعریف میکنم. مثلا let height برای قد، let height مساوی document.query selector پرانتز باز. اینجا می نویسیم آیدی height رو میذارم sharp height dot value، چون میخوایم مقدارش رو بگیریم می‌نویسم dot value، می‌نویسیم dot value و سمیکالون. خب حالا برای مقدار وزن، برای وزن هم همین رو کپی میکنم از اینجا، کنترل C، این پایین کنترل V رو میزنم، فقط این height رو تغییر میدم به weight. برای وزن اینجا هم sharp weight. خب این کلمه کلیدی let هم برای تعریف متغیرها استفاده میشه. محدوده دسترسیش به صورت بلوکی هست، یعنی داخل همین بلوک
میتونیم ازش استفاده کنیم. با استفاده از این متد کوئری سلکتور میتونیم به تگ های موجود توی صفحه دسترسی پیدا کنیم. در واقع مثل یه انتخابگر یا سلکتور عمل میکنه و میشه به راحتی تگ ها، کلاس ها، آیدی ها و صفت ها رو از صفحه انتخاب کرد. این متد کوئری سلکتور فقط یه تگ میتونه انتخاب کنه. یعنی اگر ما 3 تا کلاس تست داشته باشیم فقط اولیش رو انتخاب میکنه. که مثلا اینجا اگه 3 تا کلاس هایت داشت، 3 تا آیدی مربوط به هایت بود، یکیشو فقط انتخاب کرد. ولی اگر از کوئری سلکتور آل استفاده کنیم میشه بیش از یک تگ رو انتخاب کرد. و این ویژگی ولیو، با استفاده از ویژگی ولیو میتونیم هم مقدار یه صفت رو از تگ بگیریم و هم میتونیم یه مقدار جدید به همون تگ بدیم. خب دوستان، حالا میخوایم برای وقتی که این مقادیر قد و وزن خالی هستن، مثلا برای اینا مقداری وارد نمی کنیم و بعد این دکمه محاسبه BMI رو میذاریم، میخوایم یک پیغام نشون بده که مثلا مقادیر قد و وزن رو وارد کنیم که اینا رو خالی نذارن. خب می نویسم if height متغیر قد مساوی توهی or weight مساوی توهی. یعنی اگر مقادیر قد و وزن خالی بود، خب آکولات باز و بسته آلرت یه پیغامی نمایش بده با این عنوان که مقادیر قد و وزن را وارد کنید. خب یه سمیکالون هم اینجا میذارم. خب یک دور برنامه رو اجرا بکنیم. این مقادیر رو بار اول خالی میذارم و دکمه محاسبه BMI رو کلیک میکنم. میبینید که این پیغام رو برای ما نمایش میده که مقادیر قد و وزن رو وارد کنید. خب بچه، حالا میام اینجا یه ریترن هم میذارم، می‌نویسم ریترن سمیکالون. خب این دستور ریترن برای بازگردوندن یک مقدار مشخص در توابع استفاده میشه. خب حالا میخوایم که کدهایی رو بنویسیم که بتونه بعد از اینکه این مقادیر قد و وزن رو وارد کردیم بتونه مقدار BMI رو برامون محاسبه کنه. میام اینجا بعد از این آکولاد بسته می‌نویسم هایت مساوی هایت تقسیم بر 100، یعنی مقدار قد رو تقسیم بر 100 کن، در اون متغیر هایت قرار بده. خب یه متغیر تعریف میکنم با نام BMI. می‌نویسم let BMI برابر مقدار وزن weight تقسیم بر هایت ضرب در هایت، یعنی ارتفاع ضرب در ارتفاع. این فرمول محاسبه BMI هست. خب حالا مقدار BMI، حالا می‌نویسم BMI مساوی BMI dot to fixed که الان در موردش توضیح میدم. متد to fixed توی جاوا اسکریپت، با استفاده از متد to fixed توی جاوا اسکریپت میشه یک عدد رو به تعداد ارقام اعشار مشخصی گرد کرد که اینجا به اندازه 2 رقم اعشار عدد رو گرد میکنه. خب حالا میخوایم مقدار BMI رو نمایش بدیم. می‌نویسم document query selector. خب اینجا متغیر، اینجا آیدی ریزالت رو میذارم، مثلا sharp result .inner html مساوی BMI. خب یه توضیح در مورد inner html. اگه خواستیم محتوی داخل
یه تگ قرار بدیم یا اگه خواستیم محتوای یک تگ رو به دست بیاریم میتونیم با استفاده از ویژگی inner HTML این کار رو انجام بدیم. خب اینجا مقدار قدر رو وارد میکنم و بعد مثلا وزن میذارم 60. خب بنویسیم. خب حالا دکمه محاسبه رو میزنم، میبینید که مقدار BMI رو 19.59 نمایش میده. خب بچه حالا میخوایم کدهایی بنویسیم که مثلا اگه مقدار BMI کمتر از 18.5 بود بزنه وزن پایینه، اگر بین به فرض 18.5 تا 25 بود بزنه وزن سالمه. خب بریم این کار رو انجام بدیم. اینجا یه متغیر باید تعریف کنیم با نام استاتوس. بنویسم let status مساوی توهی، استاتوس خالی باشه. حالا if اگر BMI کوچکتر از 18.5 یعنی BMI کمتر از 18 بود مقدارش، استاتوس برابر با چی باشه؟ برابر با مثلا بنویسه وزن پایین و اینجا سمیکالون. خب حالا برای اینکه همچین چیزی نمایش داده بشه باید بنویسیم document query selector. اینجا این مقدار تگ p comment بنویسم .comment .inner HTML مساوی با چی؟ اینجا از علامت کوتیشن پایین اسکپ استفاده میکنیم. می نویسم وزن شما، یه اینتر میزنم. خب این مقدار اینجا می نویسم اسپن نمیخوام با استفاده از اسپن نمایش بدیم. آیدی برابر با چه بود؟ کامنت. آیدی برابر کامنت. خب اینجا اسپن رو میبندم، میسم دالر استاتوس. میخوایم مقدار استاتوس رو بهمون نمایش بده. خب این متن وزن شما رو از اینجا حذف میکنم، اینو لازم نداریم. خب یک بار دیگه پروژه رو اجرا میکنم. اینجا مثلا قدر رو میذارم 170، وزن به فرض 50 و این دکمه محاسبه رو میزنم. میبینید که مقدار BMI رو 17.30 نشون میده و زد وزن پایینه. خب حالا برای حالتهای دیگه، مثلا برای حالتی که بین BMI بین 18.5 تا 25 باشه می‌نویسم if BMI بزرگتر مساوی 18.5 and BMI کوچکتر از 25. خب اگه بین 18.5 تا 25 بود استاتوس برابر بشه با مثلا وزن سالم. وزن سالم. خب برای حالتی که BMI بین 25 تا 30 هست میخوایم بزنه اضافه وزن. خب اینو از اینجا کپی میکنم، کلیک کنترل C میزنم اینجا و این پایین کنترل V. خب if BMI بزرگتر مساوی 25 and BMI کوچکتر از 30، اینجا استاتوس رو بنویسه اضافه وزن. بنویسه اضافه وزن. خب این سمیکالون رو هم برای هر دو بذارم. حالا برای حالتی که BMI بزرگتر از 30 هست اینجا کنترل وی دیگه میزنم برای حالتی که BMI بزرگتر از BMI بزرگتر از 30 بزرگتر مساوی 30 بنویسه
برای دیگه بنویسه چاقی. خب برای بزرگتر است بنویسه چاقی و اینجا هم سمیکالون میذارم. خب دوستان پروژه رو اجرا میکنم. اینجا مثلا قدر رو میذارم 175 و فرض وزن باشه 75. دکمه محاسبه BMI میزنم. مقدار BMI زد 24.49 و وزن سالم. وزن رو میزنم بالاتر مثلا 85. از دکمه محاسبه رو میزنم. این دفعه مقدارش بیشتر شد 27.76 و زد اضافه وزن. به فرض قد 180 وزن رو بذاریم 95. خب 29.32 مثلا وزن باشه 105. مقدار BMI شد 32.41 و نوشت چاقی. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.